همین قومی رو بعدی همین نماز تمام کردن دنبال گشتنش هست. قومی ها یکی مثال از در ماشین میرم بیرون ولی دو سه دور نکنم. همین هم شما میخزم میرم همین هم خونم بگو حیوان خبر زیق میشه. انا گپ در سر یه حجون که همین بعد نماز دعا کردن اینو حد اقل مستحب هم. حد اقل مستحب عمل اینا میگن که با کردن ثواب میگیری. تا که ثوابی لیشتی در کار شدی مثلا میخزم میرم ایرو جوهری ده همین آدمی که مثلا انا به یگان عذر ضرورت دعا نمیکنه و با همین دیده و دونستن تری به ضرورت ترک میکنه انا او قدر عقلش کامل نیست که درست و خاطر اون که همین تصور کنه که در همون دعا چی میگن خدایا با وجود نقصان و کمبودی یا عبادت من قبول کن. این هم یه استا اومد در خونه استاگی کرد بعد کارا بود کردن بعد سینما صاحب خونه عذرخواهی کرد که جورا خیلی استیمو همین قومت انا ما همین قبل از قبول کرد خیلی میگه توکل تو به خدا بری میگه مرا کجلا و کلیپ کرده بوشا با هم تری بغرور سومی مورا بگی بیو میگه رو تبات کنم ایسری نه طوری کرد اگید نشید اصلا همین غرض ای دو همیه یوخی میگه از همه نومه چد مسکین کیا پس بر آورد هر دستن در دعا. حضرت مولوی در مثنوی همین قصه نماز هم میاره برای چی دستی راست سلام میتیم برای چی دستی چپ سلام میتیم میگه انا سوی دستی راست آید در سلام سوی جان انبیا و آن کرام یعنی ای شاهان شفاعت کن لئیم سخت در گیل ماندش پای گلیم دستی راست سلام میتد با پیغمبران مراجعت میکنه با اولیاء الله مراجعت میکنه که اگه من همین خطایی کمبودی کردم پوم در گیل در مونده است شفاعت کنه. انبیا گویند روزی چوره رفت چوره آنجا بود و کارافزاری زفت میگن روزی چوره رفت اکا چیزی کاریدی در دنیا کاریدی دنیا مزرعه آخرت های اینجا جای اصلاحش نیست دیگه قل لله شفاعت جمیعا اگر خدای نباشد زیبنده خشنود شفاعتی همه پیغمبران ندارد سو و میگه رو بگرداند به سوی دست چپ در تبار خیش گویندش که خب این دست چپ هم خیش تبارش در میگرده که اگر دستگیریم کنه دعوا کنه طلب شفاعت کنه که میگن خب اکدام تبگی حین جواب خیش گو با کردگار ما کیه می خوجه دست از ما بیدار سوال جواب تاخدت بکن ما چیه بکن ما یک خوکی رهیم دیگه اگه ایمو دست بردار شو و میگه از همه نومه شد مسکین کیو پس بر آورد هر دست در دعا دیگه امیدش ای همه کنده شید بعد به خدا مراجعت میکنه که از همه نومید گشتم ای خدا اول و آخر توی و منتها خدایا دیگه غیری تو درگاه دیگه ندارم جز درگاهی تو کی بودم درگاهه نومید از این در مکنم یا غفار ربی با میگه در نماز این خوش اشارت ها ببین تا بدانی که این بخواهد شد یقین اشتا در سرت بگه همین اشاره هایی که در نماز های فردا روز قیامت به سرت می آید اخی در دعا میکنن خدایا رحمت مغفرت که گذشته هامونه خدایا برکت در ملک ما نازل کن در خانه ها ما نازل کن پدر و مادرمون رحمت کن تو دان خدا اخی ای رحمت پروردگار خطا محروم میکنی میخیزی به ضرورت میدوی میرهی اما کسایی که ضرورت دارن عذر دارن خیلی او را هیچی گفته نمیشه یا آدمی از بیچاره کسلی داره یا کس رهش نگه داره همین در همین دعاهایی که میکنیم دعاهای دست جمعی یگو کاری غیر نیست همش به سنت پیغمبر ثابته خوب همو اللهم انت سلام شم میگیم یا استغفر الله میگیم یا که اونم آیت الکرسی میخونیم یا همو تسبیح ها را 33 باری میگیم قرائت قرآن میکنیم همه همین به حدیث ثابته فقط همین هم مشکل کمبودی داره همین باید به طریق التزامی نباشه مجبوری نباشه یا کسا نگه خونه و بود دعا نکده که جو میره بشی یا قیس که بشی بام تری بگم انا همین کار به طریق التزامی کشید مکروه میشه بدعت میشه باید اختیاری باشه خیلی آدمی پدردار باشه استاددار باشه تعلیمش داده باشه میشینه به عذر ترک نمیکنه نه که به هر وجه باید مجبور نکنی حضرت الله علم در کتاب مرقا دیده بودم شرح میشتم
علی القری میگه و ما یفعل عقیب الصلاح و این کانت مستحبتا فمکروه. همین کارهایی که بعد نماز کرده میشوند اصلا مستحبند، نه که حالتهای میشه که مکروه میشوند. لان الجهال یعتقدونها واجبند. چرا؟ زیرا جاهلا گمان میکنند که همین واجبه، اگر نکردی نمازت ناکامل میشود، در صورتی که او یه امر مستحبه است. امر مستحبه را تو درجه واجب که برداشتی بدعت میشه و مکروه میشه. اون باید به طریق التزامی و مجبوری نباشه، اختیاری باشه. خداوند خوش. چیکار کنیم؟ دعا کنیم؟ حضرت یاد داشت. الهی آمین. پروردگار احد الصمد کریم و رحیم و غفار و ستار و بنده نواز و تو پروردگاری بزرگی هستی که پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم ترا در نزد ما توصیه کرد، صفت کرد، گفت این ربکم تبارک و تعالی حی کریم. ای بندگان الله شما بسیار بخشنده و آمرزگار است. یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفر. خدای بزرگ میگه از بندش خجالت میکشه که وقتی بنده به امید و آرزو دست به سوی درگاهش برداره، دستای بنده را صفر خالی برگردونه. پروردگار را به خاطر این ساعت که انشاءالله دهه عید قزنیران وارد شده است، دهه آخری ماه شریف رمضان است، در این ماه بزرگ بنده های روزدارت که انشاءالله به روز روزدار هستند و شب قیام شب دارند، عاجزانه دست امید و سوی درگاه تو برداشته اند. پروردگار را دستامون را خالی به صفر برنگردان. خدایا ارواح گذشته هامون، ارواح اونایی را که در این محله زندگی میکنند، در این مسجد نماز میخوانند، رحمت مغفرت کن و در روحای جنت مستقر بگردان. پروردگار را به بیماران شفای کامل عاجل عنایت فرما. خداوند و به زنان را صاحب زنی صالح گردان و به فرزندای خوب صالح و صالحه نصیب و روزی بساز. پروردگار را رزق روزی بنده های مؤمن تفراخ و سه گردان. دهخانه همه در آرزو و امید باران هستند. ای پروردگار بزرگ بنده نواز، عاجزانه دعا میکنیم باران رحمت در این ملک سرزمین نازل فرما. خدایا امید به رحمت شفقت تو داریم. گناهامون با آمرز که این ماه آمرزش گناه ها است. حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است که هر کسی که ماه شریف رمضان با ایمان و استطاعت بندگی خدا را انجام میده، تمام گناه های ما قبلش آمرزیده می شود. پروردگار را گناهامون با آمرز که بعد گذشتن ماه شریف رمضان به گناه و به آلایش بشه. خدایا تو رمضان دیگر بندگان صالح تا بندگان صائم و قائم تا در پناه امن اسمتت محفوظ دار. پروردگار را فیض و برکات و خیرات و حسنات خویش را از این ملک دیار و این سرزمین هرگز منقطع نگردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار.